پیش از اون که این خانه را سازند باید کمیته زمین همین آدم همه طرفه میسنجید که آزوده ساختن همین عمارت و تعمیر کردن مردم با خانه میرسد. همین آدم حلال کار کرده میتواند یا که فریبگر است. ارکیتکتور شهر پلان خانه را با آدم میتواند که باوی باوری دارد که همین آدم شهر آباد میکند، مردم صاحب خانه او در میکند. من رفتم کمیته زمین سردارش که گپ زدم میگه این کار دوره من نبودم رئیس پیشینگی او دیگر جا رفت. ما او زمین نآمده باری چیه نمیدونم. یگون کس جوابی درست دادن نمیتونه. اومده کار با ارکیتکتور شهر و بعد سخیمه خانه را پلان خانه را با آدم ابتداد که آدم از اوده کار میبرد، فریبگر نیست. همه طرفه سنجیده شدگی آدم باشد. از بودش باید نظارت برد. دویم هم کمیته زمین هم ارکیتکتور شهر هر یک دو سه ماه از رفتی ساختمان این بنا باید با خبر باشند و مردمی که خانه را خرید است در زیر نظارت او باشد. قانون همین را طلب میکنه. بعد یک شایکه 10 نفر شایکه بوغالتر پرراب همه از یک گریبان سر برآورده حسابی ما معاونه میگیرن، زندگی میکنن. 2 نفر جوابگو پدر و پسر، 8 نفر یک جا صبح سود کشیده نشده. حالا که از حسابی ما سالها خوردن معاونه گرفتن و یا را ما ندیدیم که سود و یا را پرسیده باشه یا ملیسه پرسیده باشه. خلاصی کلام ما دیگر با یگان کس مراجعت کرده نمیتونیم بغرض همین 2 تا رهبری واب روی ریسپوبلیکا رستم امامعلی و خود جناب پرزیدنت دیگر با یگان اینستانسیا ما مراجعت کردن نمیتونیم. حالا که پول ما را گرداندن میدادن این دزدا را موافق قانون 19 سال 20 سال 25 سال با جوگاری میکشیدن. اول ما را راضی میکردن. اول همین 120 نفر آدم جبری دیده سومش گردانده میدادن 100% هم نباشد بیزار 90%. ما را که راضی میکردن بعد قانون این دو تا دزده اینا را بعد قانون جواب میداد. هیچ خیلی میشود که ما تماما راضی نیستیم از حکم سود، از حکم ملیسه، از حکم پروکرور با تمام راضی نیستیم. اینا میبایست با واسطه کاربریشون ما را راضی میکردن، خلق راضی میکردن، جبردیده را راضی میکردن. یگان کس از روده اعظمی دزدا رویاندن سوما نتوانست. یگان کس نتوانست زورشون به همین 2 تا دزد برسد. نه زور ملیسه رسید، نه پروکرور رسید، نه سود. 19 سال سودش کردن با ما چی منفیت؟ ما گفتیم که ما را سومانو میتن بعد یار قانون جواب میتن 19 20 سال 25 سال. و ما یک سومانی نگرفتیم. هم 120 نفر یک سومانی ما نگرفتیم. با همه جا که مراجعت میکنیم خط با گشته با وزاده سود میاد. هیچ کار بود نشیسته است. فقط واخری با رستم امامعلی مانده است، رئیس شهر دوشنبه و خودی جناب پرزیدنت. دیگر ما روی شکایت نداریم. ما با سود گاگای یوروپ مراجعت کنیم این شرمندگی میشه. عیب میشه. اخباری و چی تلویزیون و رادیو در پروسس سود اشتراک میکردن و با نوار میریتن تمام اهالی ریسپوبلیکا از دزدی این 2 تا نوبکور مخبر میشه. هر یک ساعت سودی و میشدگی باید با نوار گرفته میشد. با تلویزیون معلوم میشد که مردم مخبر شود این دزدا. نه تلویزیون نه رادیو نه یگان کارسپاندنت در پروسس سود اشتراک نکرد و سود دانست کاری خچو در یک هفته یک روز 1.5 ساعت پروسس سود دوام میکرد. در یک هفته یک روز شنبه و دوشنبه 1.5 ساعت پروسس سود دوام میکرد. تمام برای اینجا سود با سود مانند نبود. همین پروسس سود با سود صف مانندی نداشت. یک مسخره بازی بود. این سود نبود، یک مسخره بازی بود. این همین داودای ملیسه و پروکراتور هم یک مسخره بازی. روی راست میگفتن که ما از اوده کار نمیبریم. ما از اوده سومش را گرداندن نمیتونیم. پروکرور گفت که خانه را میفروشیم پروکراتور.
قبض میکنیم میفروشیم پول شما را میتید. دروغ. خانه همین دوست در نزدیک پول جوانان است. همین خانه را گویا که کدام بانک گرفته باشد. همه بانک ها را رفتیم دیدیم خانه را یکون بانک گرفتگی نیست. خانه همین دوست. این دوست با رستوران هم دارد. این چندین جهود خانه و در دارد. در خارج هم خانه و در دارد. یگان نه سود نه پرکرور نه ملیسا از زوده کشف کردن همین چیزا نبرند. اگر همه همین را غون کنند سودا کنند غون کنند سود پولی ما را گردانده دادن ممکنه. لیکن یگان کس هوسمند نیست. مردم جبر کردند بسیار استوار. مرا پیرینم وفات کرد. دو تا نواسم در بدر. سن سال ما 80 گذشته است. چیکار کردن رو نمیدونیم. هزار نفر از کاری ما باخبره در ریسپوبلیکا. هزار نفر از کاری ما باخبره. یکی سود پروکراتور کار بردن نول. هیچ نتیجه نیست. روحیه مردم گشت است. روحیه مردم همین سود پروکراتور ملیسا گشتگیه. هم باوری به همین رئیس شهر دوشنبه خودی پرزیدنت موندگی. فهمیدید؟ دیگر راه نداریم. دیگر یگان راه دیگر نداریم. محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان و رئیس شهر محترم رستم امامعلی خواهش میکنم که التماس همین مسئله را جدی بینن. برای که یگان گپ شوخی نیست. اینجای مردم از خرسندی جمع شدگی نیستند و کسانی که در این خانه مثل زندگی کردند البته که خوشبختند و فقط اما آدمایی که مقصد قامتاشون خام همینجا جمع شدگی اند. التماس میکنیم که به همین درد همین بیچاره‌ها برسند. اقلاً یک بار دیگه از سود خواهش میکنیم که همین مسئله را جدی دیده برآید. برای که اینجا بسیار کارهای بودن که چشم پوشیدگی بودن از همین کارو. بسیار کارو بودن که از همین کارو چشم پوشیدگی. التماس میکنیم که همین مسئله را جدی برآورند. ما امیدوارم که جناب عالی امامعلی رحمان همین مسئله ما را دیده میبراید. چون که اگر خواهند میبرارند. اگر نخواهند حتی با BBC با ایران نیوز که مراجعت کنی دیده برآمدن نمیتوانند. نه که اگر خواهند میبرارند.